سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. فکر کنم تا الان فهمیدید که موضوع ویدیو چیه. آره، ما هممون عاشق اینیم که توی پابجی یوسی رایگان داشته باشیم یا همون یوسی داشته باشیم و بتونیم اونا رو خرج کنیم و چیزای خوب بگیریم. خب خوشحال میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشید. خب بریم واسه اصل ویدیو، یعنی چطوری یوسی رایگان دریافت کنم. من خودم بعد از سالها تلاش و کوشش و دنبال سایت ها و برنامه‌هایی که یوسی رایگان میدن گشتن به یه سایتی برخوردم که خیلی جذاب و دلنشینه، چون یوسی رایگان میده و خودم تونستم یوسی بگیرم و گفتم بیام اینو یه ویدیو کنم که بچه‌های دیگه هم بتونن یوسی رایگان بگیرن. و از اونجایی که یوسی خیلی مهمه، این یه چیز با ارزشی. خب وقتی اونو زیاد نگیرم، بریم سراغ آموزش این که چطوری بریم توی این سایت و یوسی رایگان بگیریم. خب گوگل کروم باز میکنیم و کلمه یوسی باما رو سرچ میکنیم. همین سایت اول رو کلیک میکنیم و میریم داخلش. اینجا میبینیم که زده 10 یوسی رایگان، 20 یوسی رایگان و 30 یوسی رایگان که موجودی 30 یوسی الان به پایان رسیده و ممکنه توی روزهای دیگه موجودی دوباره شارژ بشه و داشته باشه. ما چطوری میتونیم اینا رو بگیریم؟ اول میایم روی این پروفایل میزنیم و شماره خودمون رو وارد میکنیم و اینجا یک کد امنیتی برامون میاد، اونو میزنیم و وارد سایت میشیم. الان یک کد به شماره که وارد کردیم پیامک میشه. که بزنید دیگه توی سایت میرید و میتونید یوسی برداشت کنید. ما از 10 یوسی شروع میکنیم بگیریم. روی دکمه خرید میزنیم و روی برو بریم. اینجا باید اسم و آیدی اکانتتون رو بزنید. آیدی اکانتم و اینم اسم اکانتم. روی ذخیره اکانت بزنید که دیگه اینو فراموش نکنید. بعد ثبت سفارش کنید. چون من قبلا گرفتم و فقط یه بار میشه، هفته یه بار میشه اینو بگیری، میزنه که استفاده از تخفیف 100% فقط یک بار مجاز است. شما میتونید هر هفته بیاید و اینجا 60 یوسی رایگان بگیرید و خیلی خوبه خودش. میتونه مثلا چند هفته یه بار بگیرید، یه الایت باش الایت کنید و دیگه اون یوسی رو خرج نکنید. بالاخره تنها راه گرفتن یوسی رایگان همینه. خب بازم میگم اگه خوشتون اومد لطفا سابسکرایب کنید، لایک کنید ما رو و همین دیگه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.